گاه در زندگی بین کارها در حیرت میمونید، دو دیله میشوید، آیا کنم یا نکنم، اینش رو اجرا کنم یا اینش رو اجرا کنم. یا بعضا وقت بعضی جوانها فلانی دختر رو نکاح کنم، ازدواج کنم یا نکنم. یا همچنین دخترها باشد فلانی به خواستگاری آمده ایستاده است، آیا ازدواج کنم، راضی شوم یا نشوم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما و شما یک دعای را تعلیم دادند که حیرت ما و شما را از بین میبرد، دودیلگی ما و شما را از بین میبرد و کار ما و شما را آسان میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما استخاره را تعلیم میدادند، چنانه که یکی از آیات‌های قرآن کریم را تعلیم میداده باشند. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را به صحابه ها تعلیم میدادند، همین نماز و همین دعا را پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه ها تاکید میکردند که پیش از هر یک کاری که میکنی تو باید همین نماز را 2 رکعت نماز بخوان، نماز نفل بخوان، بجز فریضه 2 رکعت نماز بخوان. پس از نماز خواندن این دعا را بگو. این نماز و این دعا نماز استخاره و دعای استخاره است، یعنی طلب خیر کردن از الله تعالی است.